رجته سلامة الأذواق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتحسني ذكر المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق. فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق. يا حبذا خلق كريم طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صاحب الخلق العظيم وسيد خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. و بعد، بینندگان گرامی و ارجمند در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را مشاهده می کنید، خدمت یکایک شما گرامیان و ارجمندان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمات بیکران الهی بهره‌مند بوده باشید. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه دیگری از سری برنامه‌های خلق عظیم مهمان شما بزرگواران و عزیزان هستیم. در آغاز خدمت از طرف شما و خودم خدمت جناب حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری، کارشناس برنامه نیز، عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. جناب مولانا خوش آمدین به برنامه خودت. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلامت باشین. جزاکم الله خیر مولانا بزرگوار. خوب، بینندگان عزیز و گرامی، طوری که در برنامه قبلی هم، در قسمت قبلی این برنامه هم در ارتباط و خلق امانتداری صحبت کردیم و گفتیم که یکی از اصلی ترین عوامل نگرانی ها و دلهره ها و خصومت ها و مشکلات و شقاوت و بدبختی که امروز جامعه کنونی ما را در بر گرفته و به خود مشغول کرده و باعث افزایش گراف جرم و جنایت و بی‌اعتمادی در جامعه شده، کمرنگ شدن خلق امانت یا خوی امانتداری است و در مقابل رواج یافتن پدیده خیانت. البته تمامی دانشمندان و مربیان و جامعه شناسان و روانشناسان و همه در جوامع انسانی در ارتباط و ترویج خلق امانتداری اتفاق نظر دارند و در این مورد هیچ اختلاف وجود ندارد. در برنامه گذشته در رابطه با خلق امانت، البته تعریف این اصطلاح و تعریف این خوی و سرشت و اهمیت آن در روشنایی آیات قرآن کریم و احادیث گوهربار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روشنی انداختیم و وعده نمودیم که انشاءالله در این برنامه در ارتباط و انواع امانتداری، فواید امانتداری و نمونه های از امانتداری سلف صالح صحبت میکنیم. البته در برنامه گذشته اشارات سریع و گذرایی شد که خلق وقتی امانتداری میگیم یا اخلاق امانتداری میگیم تنها در ذهن من و شما و تمامی جامعه بحث برگرداندن ودیعت و سپرده خطور میکنه، اما محدوده امانت فراتر از این موضوع است. جناب مولانا صاحب، خدمت شما برمیگردم و ای که قسمی که اشاره کردم
واقعا وقت واژه امانت به گوش ما میرسه در اولین وهله همان بحث رجوع یا برگرداندن سپرده و ودیعت به طرف مقابل در ذهن خطور میکنه. فکر نمیکنین که امانت و امانتداری فراتر از این مفهوم هست؟ و اگر بحث را باز بکنیم به انواع امانتداری و زمینه های امانت و مصادیق امانتداری در جامعه کنونی بشری بپردازیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمان له، او كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. جناب استاد بزرگوار، حقیقتا مسئله امانت و امانتداری همانطوری که شما اشاره کردیم تنها متعلق به مسئله چیزی را پس برگرداندن به طرف که امروز در بین جامعه ما عرف و عادت در همین که شیء از اشیا وقتی نزد شخص باشه و پس او به صاحبش برگردانده بشه، این بحث امانت هست و در جامعه فقط همین را امانت میدانند. امانت انواع زیادی داره، یعنی میشود به چند نمونه از اینها من اشاره میکنم که بزرگترین نوع و از این انواع خود الله سبحانه و تعالی بیان میفرمایه که همانا امانتیه که او پیش میشه و عرضه میشه به کوها، به آسمان ها، بالاخره به زمین، به اینها او این امانت رو نمیپذیره و قبول نمیکنه و بالاخره حمل میشه این امانت برای انسان. همانطوری که در هفته گذشته یا در جلسه گذشته پیرامون این آیه مبارکه این عرضنا الامانت اشاره کردیم، باز هم یک اشاره مختصری در قسمت این که الله سبحانه و تعالی میفرماید ان عرضنا الامانت علی السماوات. ما وقتی در تفاسیر مراجعه میکنیم هیچ یک از مفسرین رو نمیبینیم که این امانت به معنای یعنی اشیایی که اونها برگردانده بشه برای شخص تفسیر نکردن، بلکه این امانتیه که فقط و فقط متعلق به انسان میشه و انسان هست که این مسئولیت عظیم و بزرگ این امانت گرفته و باید این امانت به طور درست و صحیح هم پیش ببره. در این قسمت الله سبحانه و تعالی وقتی میفرماید ان عرضنا الامانت، منظور و مراد و معنا امانه یعنی الطاعه، اوامر پروردگار، نواهی پروردگار، اینها متعلق میشه به این امانت. پس بناهن یکی از انواع امانت که به عبارت دیگر که بگیم الامانت العظمى، بزرگترین امانت ان همین امانتیه که عبارت از دینه، طاعت پروردگار. وقتی که داخل دین شدیم الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. وقتی این امانت رو پذیرفتیم دیگه حالا دیگه به اختیار نداریم به حالت که کاملا، یعنی وقتی این امانت رو پذیرفتیم به تمام و به کمال باید پذیرفت و این را درست و صحیح اجرا کرد. یک بخش را قبول کردن و یک بخش ترک گفتن این مجال دیگه وجود نداره. شما ببینیم اگر یک بخش ما بگیریم یک بخش ترک بکنیم، چرا مثلا یهود رانده شد؟ چرا منفور شد؟ چرا مردود شد؟ به خاطر این که در قسمت امانت و امانتداری حالتی به خود گرفت که افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. آیا قسمتی از این امانت را میپذیرید و قسمتی از این امانت را نمیپذیرید؟ در قسمت کوشش میکنید امین باشید و در قسمت کوشش میکنید که خائن باشید. پس چنین نمیشود. ادخلوا فی السلم کافه به تمام معنا. پس وقتی دین میگیم تمام ابعاد دین شامل میشه در قسمت وقتی میگیم اوامر پروردگار عالم، وقتی میگیم یعنی آنچه که خداوند به ما امر کرده یک امانت هست.
شخص نماز میخوانه، روزه میگیره، زکات میده، حج میره، همه این مسائل، جهاد میره، اینها انفاق میکنه در راه الله سبحانه و تعالی، همه اینها متعلق به قضیه امانت هست. اگر یک شخص نماز نمیخوانه در امانت خیانت کرده. والله لا يحب الخائنین. شخص مالک نصاب شده زکات نمیده، این خیانت کرده. برایش حج فرض شده حج نمیره، خیانت کرده. پس همه ابعاد عبادت نگاه کنیم. اگه کسی انجام میده امین هست، انجام نمیده و بدون عذر ترک میکنه، این در حقیقت خیانت کرده. این شکل مسئله وقتی قرآن حدیث اجتناب از معاصی و از اینها دستور میده که شما اجتناب کنید، شخص میایه دست به قمار میزنه، دست به شراب میزنه، دست بالاخره به گناه و معصیت و به قتل و به کشتار و حتی به غیبت و به تهمت و بالاخره به اینها داره. هر کدام اینها وقتی شخص غیبت کرد، این خائن هست، چون خیانت کرده. به خاطر این که یک شخصی که در امانت صادق نباشه و امین نباشه، پس انسان دو حالت داره، یا امین هست یا خائن هست. پس اگر امین نشد خائن میشه و اگر خائن نشد امین میشه. پس این از بزرگترین نوعی از انواع امانت و امانتداری هست. دوم از مسائل امانت و امانتداری گفته شده کل ما اعطاک الله من نعمت الله. هر چیزی که الله از نعمت برایش داده، از نعمت الله سبحانه و تعالی، هر چی که برایش رسیده، کل نعمت ها همه اینها امانت هست. حالا وقتی که ما نعمت میگیم، نعمت مادی و معنوی. در قسمت وقتی ما نعمت میگیم از اعضای وجود، مثلا از سمع و از بصر و از چشم و از گوش و از دست و از پا و اینها همه امانت هست. پس در قسمت این امانت انسان مسئولیت داره. چشم را الله سبحانه و تعالی خلق کرده، چشم را برای ما داده، امانت هست. اگر این چشم در راه مثبت استفاده کردیم، ما امین هستیم. اگر در راه منفی استفاده شد، اینجا چشم خائن هست. اگر این زبان را الله سبحانه و تعالی برای ما داده، ایر به طریق درست و صحیح وظیفه از ایر به دستش دادیم که وظیفهش چیه؟ عبارت از این که این زبان باید که در این غیبت نباشه، در این زبان نباید تهمت گفته بشه، در این زبان نباید کسی آزرده بشه، در این زبان نباید بالاخره دیگه گناه و معصیت. زبان شد یک زبان امین. پس بناهن تمام اعضا دست اعضای حواس پنجگانه روز قیامت الله سبحانه و تعالی میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. یعنی همه اینها، این سمع و بصر، این گوشی که ما داریم میشنویم، این چشمی که داریم میبینیم، این زبانی که داریم حرف میزنیم، اینها همه در روز قیامت از اینا سوال میشه. چی دیدی؟ چی شنیدی؟ روز قیامت روزیه که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم. این دست حرف میزنه. این دست اگر کار نختم علی افواههم در دهن مهر نهاده میشه. امروز بله تمام اعضا اونجا دروغ گفته نمیشه. اونجا حرف بزنه که من این کار نکردم. اگر این کار نکردی، بشنو که دستتو چی میگه. شاهد اونجا شاهد آورده میشه. متهم خودش چیز الله سبحانه و تعالی در قبال این اماناتی که برای ما داده که عبارت از گفتیم امانت‌های مادی و معنوی و اینها. مییم در قسمت امانت مال. آنها حتی در قسمت چشم و دست و پا و اینها که اشاره کردیم، حتی این نکته رو میخوام اشاره کنم. یک شخص مثلا میگیم که با این دست گناه نکن، خب احساس میکنه که این دست از خود من هست، اختیار داره، مالک است. اگر میگیم با این چشم خود خیانت نکن، خب اختیار چشم خود را دارم. نه خیر، انسان مالک هیچ چیزی نیست. انسان خیلی کسانی هستن که بینایی را از دست میدن، دیگه نمیتونن اون بینایی رو به دست بیارن. خیلی کسانی هستن که وقتی شنوایی را از دست میدن، نمیتونن اون شنوایی رو بیارن. خیلی کسانی هستن که دست و پا را فلج میشه از دست میدن، نمیتونن این را برگردانن. عین این قضیه مسئله مال یک امانت هست. مال یک سرمایه، ثروت، چی کم باشه و چی اضافه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند در روز قیامت
اجازه نمیدن که یک قدم کسی شخص برداره تا اینکه از چند چیز باید جواب بده. از اون جمله مال هست. از کجا آوردی؟ از چی راهی به دست آوردی و در چی راهی مصرف کردی؟ برای یک شخص میگیم که این سرمایه تو، این سرمایه که داری در این راه که مصرف میکنی، خب اسراف نکن. خب میگه پول خود ما هست، بله، مال خود ما هست، از عرق خود بالاخره، از عرق جبین به دست آوردم. درسته، از راه حلال به دست آوردی، باید در راه حلال مصرف کنی، نه در راه اسراف، نه در راه تبذیر در این راستا. پس بناهن اگر یک شخص میایه به مال خود اسراف میکنه، به مال خود تبذیر داره، به مال خود بالاخره توجه نمیکنه در مصرفی و در این و آن، پس در حقیقت این خائن هست، چون امین نیست، امانت داری نکرده در قبال مال و در اینها. حتی مسئله صحت، خود صحتمندی یک نعمت هست. رسول صلی الله علیه و سلم که میفرمان اغتنم خمس قبل خمس، شما غنیمت بشماریم چند چیز را، 5 چیز را قبل از اینکه 5 چیز. یکی از اونها صحته. یک شخص خوب صحتمنده، تندرسته و بعد با صحتمندی و تندرستی که داره میبینیم که گناه میکنه، معصیت میکنه و غافله. چرا این کار میکنی و بالاخره چرا در این راستا هستی؟ خب این جسم از خود من هست، اختیار دارم که به هر طرفی که میکشانم، اختیار دارم به هر طرفی که میبرم، اختیار دارم که در این راستا. پس بناهن امانت داری به او چیزی که الله سبحانه و تعالی به ما عطا کرده از نعمتهای مادی و معنوی. مثلا یک شخص، حتی مثال بسیار ساده و بسیط مثال بیان کنیم، بسیار عادی، یک شخص موتر داره، موتر داره، این موتر میگه دلم شد میزنم به دیوار. نه خیر، این موتر دست تو یک امانت هست، حق نداری. درسته پول دادی، درسته به نام تو هست، درسته در این راستا. حتی میمونه قضیه مثلا وسایل و اسباب دیگری که داخل خانه داره، من میشکنم این مثلا این موبایل هست، دوست دارم این رو میزنم به زمین میشکنم، این رو از بین میبرم، این رو دوست دارم، این گلاس رو میزنم به دیوار و بالاخره میشکنم. نه خیر، به اینه که گفته شده که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. نعمتهای پروردگار عالم رو وقتی که شماره کرده نمیتوانید، پس این را بدان که از این نعمتها در روز قیامت از تو پرسان میشه. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. در ادامه این آیه مبارکه میفرماید که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. در یک آیه میگه که ان الله لغفور رحیم، در یک آیه میگه که ان الانسان لظلوم کفور. انسانی که دوچار کفران نعمت میشه، یعنی قدر نعمت رو وقتی ندانست، این رو به طرف انحراف و اینها میکشانه و متوجه نمیشه که این یک امانت الهی هست. تمام آنچه که الله برای ما داده، این رو باید انسان در ذهن داشته باشه که در حقیقت مالک هر شی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست. ما حق نداریم که بالاخره این را تلف بکنیم، حق نداریم این را از بین ببریم، حق نداریم بالاخره در این راستا امانتی که به دست ما سپرده شده تا اینکه اگر این تلف شد، از بین رفت و بالاخره این را درست و صحیح حفظ نکردیم، الله سبحانه و تعالی از ما پرسان میکنه. و همچنین در قسمت جناب استاد بزرگوار انواع عبادت، یکی دیگر مسئله عرض و آبرو هست. هدفتان انواع امانات است. امانات. انواع امانات و یا امانت، مسئله عرض و مسئله آبرو و مسئله ناموس و این هاست. میخوام این نکته اشاره بکنم. شخص وقتی که در قرآن گفته میشه الرجال قوامون علی النساء، بله، مرد سرپرسته، یعنی چی؟ یعنی مسئولیت داره. کسانی که زیر دستش هستن اینها امانت‌های الهی هن. وقتی قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، این انسان باید بفهمه که این زن و فرزند اینها اماناتی هستن که به دست این قرار دارن، باید اینها را راهنمایی بکنه در امور بالاخره تا اینکه اینها خوشبخت دنیا و آخرت بشن. در قسمت مسئله ارث، ناموس و یا مسئله آبرو و اینها، اول نفس خود شخص، نفس این خود نفس شخص
امانت شخص هست. مسئول. امانت هست. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند ولنفسک علیک حق، این نفس تو بر تو حق داره. اگر کسی بخواد با نفس خود ظلم بکنه، حتی قضیه مسئله کار و تجارت و معامله یک مسئله امر مباح است، اما شخص میتونه که مثلا از 24 ساعت 18 ساعت 19 ساعت بیای کار بکنه، این بدن رو خسته بکنه. نه خیر، نمیتونه. این نفس امانته، در این امانت خیانت میشه، نفس رو خسته کردن. حتی در قضیه عبادت ببینیم رسول صلی الله علیه و سلم اون صحابه که تصمیم میگیره که من همیشه روزه میگیرم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اجازه نیست. یک صحابه میگه من هر شب تا زمانی که حیات داشته باشم و زنده باشم شب زنده داری میکنم، هیچ نمیخوابم. رسول صلی الله علیه و سلم میگه این درست نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که ولنفسک علیک حق، یک امانت هست در امور مختلف. یک شخص اهل قلم 18-19 ساعت بنویسه، سر خود فشار بیاره. یک شخص تجارت میکنه 18-19 ساعت رو بیاد تجارت کنه. یک شخص بالاخره کار اداری داره 18-19 ساعت بیاد نفس خود را خسته بکنه. در حقیقت ای به نفس خود ظلم کرده و در این امانتی که الله برایش سپرده خیانت کرده. اما در قسمت ناموس من یک اشاره جناب استاد بزرگوار، رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند در روز قیامت الله سبحانه و تعالی به چند کس نگاه رحمت نمیکنه. یکی از اونها دیوس هست. صحابه عرض کردن یا رسول الله دیوس چه کسیه که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت به نگاه رحمت به او نظر نمی اندازه؟ فرمودن کسیه که در قبال ناموس خود بی تفاوت هست، یعنی به این امانت توجه نداره که این امانت الهی به دستش، یعنی ناموسش با افراد دیگری در حال خنده و مزاح و در حال بالاخره بحث و مباحثه و اینها هسته که در حال گناه و معصیت هست. این شخص عدی میخنده، نگاه میکنه که ناموسش بازیچه و ملعبه دیگران قرار گرفته. امروز اگر جلوگیری شوه جناب مهندس، امروز اگر کسی جلوگیری بکنه میگن که این در آزادی فردی شخص دخالت کرد. میگن هر فرد، زن میگن آزاد است، دختر آزادی داره، مثل که پسر آزاد است دخترم آزادی داره. افرادی که حرفا رو میزنن جناب استاد بزرگوار، اونها هیچ بستگی به دین، به اسلام، به قرآن ندارن، الا ماشاءالله که بعضی از نادانی و از جهلی حرفا رو بزنن. اما یک حرکت دشمن هست، میخواد که بد اخلاقی در بین جامعه ترویج بده، میخواد فساد ترویج بده، میخواد مردم رو از اخلاق صحبت میکنیم، اخلاق اسلامی صحبت میکنیم، اخلاق اسلامی. و حتی فکر کنم کسی که ذره از سرشت و خوی انسانیت درش وجود داشته باشه طبعا نمیتونه به تفاوت باشه در قبال این موضوع. حتی این بحث رو که شما مطرح کردیم من میخوام اشاره کنم که حتی در بین حیوانات هم بحث نر و ماده که هست، همون حیوان نر از همون حیوان ماده خود دفاع میکنه، حمایت میکنه. خود طبیعته که انسان در این راستا غیرت داره و بالاخره غیرت از او به جوش میآید. و طبعا وقتی که انسانی که به این درجه برسه که ببینه ناموسی با دیگران میخنده و مزاح میکنه و بالاخره به گناه و معصیت و اینها و اون بی تفاوته، پس اولئک الانعام بل هم اضل، او از حیوان هم پستر شده که در روز قیامت الله سبحانه و تعالی به اون نگاهی رحمت هم نداره. پس یکی از مسائل امانت بحث ارز ناموسه که انسان باید متوجه این امانت باشه. اگر زن به بی‌حجابی کشانده میشه، ای در امانت خیانت کرده. شخص بله کسی مسئولیت داره، چی شوهر باشه، چی پدر باشه، چی برادر بزرگ باشه در این راستا. حتی مثلا یک دختر یتیم هست به خانه کاکا زندگی میکنه، با یکی از اقارب دیگر محارم خود زندگی میکنه، اگر در قبال تربیتی ازی بی تفاوتی نشان میده در قبال حجابی و در قبال بالاخره دینداری، و این در حقیقت به امانت خیانت کرده. مسئله دیگر، مسئله از انواع امانت بحث اولاد هست، بسیار مسئله مهمیه. تربیت اولاد. در اولاد چون امانت هست، سه چیز مهمه. اگر از این سه چیز یکی تقصیر شد، در حقیقت ای در امانت خیانت کرده. اول حفظ اولاد حفظ بشه.
چه قسمی؟ یعنی در وقتی که از ابتدا که به دنیا میایه مسئله آذوقی انتخاب مادر، حتی انتخاب مادر، مسئله باز بحث نام و مسائل تمام حقوقی که طفل داره باید حفظ بشه و رعایت بشه و در این راستا. نکته دیگر بحث سرپرستی هست. این مسئله یک امانته. پدر نمیتونه بگه که من فقط این نان میارم و بالاخره از طفولیت این شیر خشک بگیر و بزرگ شد این نان بگیر و بزرگتر شد و بالاخره این پول خرجی رو بگیر و خوراک و پوشاک. نخیر، سرپرستی درست و صحیح. نکته سوم بحث تربیت او. تربیت اولاد از خود مراحل داره. یعنی در طفولیت با او چگونه برخوردی داشته باشه و در بعد که سن 6 ساله و 7 ساله رسید، از 6 ساله تا 11 ساله، از 11 تا بالاخره تا سن 18 از خود مراحل داره. به طور خلاصه و فشرده اینه که تنها وظیفه پدر به این نمیشه که من خوراک و پوشاک و بالاخره اینها رو دادم دیگه مسئولیت ندارم. نخیر، مسئله تربیت از او از لحاظ فکری، از لحاظ عقیده، از لحاظ اندیشه، تربیت اسلامی. لا اقل دیگه کاری اگر در حق اولاد خود کردن نمیتونه، قرآن رو بری از او یاد بده به طریق درست و صحیح و مسائل عقیدتی از او بری از او برسانه. پس اولاد چی شد؟ نوعی از انواع امانت شد. اگر در قبال طفل خود شخص بی‌توجهی میکنه به نام از او، به تربیه از او، به غذای از او، به لباس از او، به خوراک از او، در مسائل بالاخره که ارتباط به حقوق یک طفل هست، اگر بی‌توجهی میکنه، این در حقیقت به این امانت خیانت کرده که در روز قیامت، بازم من همیشه که تکرار میکنم، خب خیانت کنه نتیجه چی میشه؟ والله لا يحب الخائنین. الله دوست نداره انسانهای خائن. و چه کسی دوست داره که خدا نخواسته دشمن الله باشه و از جمله دوستای الله نباشه. نوع دیگر از انواع مسئله کار هست. خود عمل، خود کار. چگونه؟ مسئله کارگری. حالا کار از انواع مختلفی داره. مثال میگیم، شخص در یک اداره کار میکنه. حالا چی آمر هست و چی مأمور. آمر هم در مسئولیتی که داره یک امانت هست، مأمور هم یک امانت هست. یعنی خود وظیفه، خود شغل امانت هست. اگر به وجه احسن انجام داد و امو اصول و قواعد رعایت میشه انسان امین. اگر در وظیفه و شغلی که داره، مثال بسیار، تا شخص کارگر هست، کار میکنه، وقتی صاحب کار رو میبینه تلاش میکنه که کار بهتر و احسنتر انجام بده. وقتی صاحب کار نبود مینشینه و غفلت میکنه و کار نمیکنه. این در حقیقت خیانت کرده. هر شغلی، گفتم که از شخصی که سرک جارو میکنه تا رئیس جمهور یک مملکت، هر کس در قبال وظیفه رئیس و جمهور، مشغله خودش، رئیس جمهور در سطح رئیس جمهوری، وزیر در سطح وزارت، وکیل در سطح وکالت، بالاخره والی در سطح ولایت، آمر در سطح آمریت، مدیر مکتب و مدرسه در سطح از اون، هر کدام در سطح وظیفه‌ای که دارن، وقتی در وظیفه خود پابندی درست و صحیح نداشتن و درست و صحیح وظیفه انجام ندادن، این چی میشه؟ این خیانت هست. درست و صحیح که انجام دادن، این انسان امین هست. پس بناهن ما هر انسانی که در هر پست و در هر منصب و در هر قدرتی که قرار داره، مثلا یک وزیر در یک وزارتخانه هست، نگاه میکنیم اگر وزارتخانه رو درست و صحیح پیش برد، با وجه احسن تلاش بندگی خور کرد، حالا انسان هست، نمیتونه انسان با تمام معنا و بالاخره بیای ما بگیم که هیچ مشکلی، نه خیر، اما یک انسان تلاش میکنه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تلاش خور میکنه، این انسان امین هست. اما یک انسان رو میبینیم در وزارت قرار گرفته، در ریاست جمهوری قرار گرفته، در ولایت و وکالت و در اینها قرار گرفته، مدیر مکتب شده اما بی تفاوت نشسته، در کناری که خدمت نمیکنه، در کناری که وظیفه خود را درست و صحیح انجام نمیده، در او شغل و در او وظیفه هنوز کارهای زشت و ناروا و اینها هم ترویج میده، میای فساد و رشوت و بی‌عدالتی و این بدبختی ها هم رواج میده. خب طبعا این میشه گفت یک وزیر خائن، میشه گفت یک ولی خائن، میشه گفت یک وکیل خائن، میشه گفت یک مدیر و بالاخره حتی به خاطر از اینکه واضح بشه، حتی یک خطیب، یک عالم در منبر قرار میگیره، منبر به عنوان درآمد زندگی خود قرار میده، میای احکامات اسلامی فدای دنیای خود میکنه،
طبعا چیز واضح و مسلمیه که خطیب بود، ملا بود، عالم بود، هر کس که بود وظیفه و مسئولیت که درست انجام نداد، این در حقیقت به او امانتی که به او سپرده شده خیانت کرده. در امانتی که کلکم راع و کلکم کلکم مسئول عن عن رعیته. رعیتی. به این امانت که خیانت شد، هر کس که میخواد باشه، معلم سرصنف، هر کس که میخواد باشه، عالم، معلم، جاروکش مدیر، است، جاروکش است، هر کس که هست، اینجا جایی میشه که والله لا يحب الخائنین. نکته دیگر جناب استاد بزرگوار یا نوع دیگر از انواع مصادیق امانتداری دیگر از مصادیق امانتداری در جامعه سر هست، اسرار، حفظ اسرار. حفظ اسرار. حفظ اسرار امانت هست بین همه مسلمین. بین همه مسلمین. چگونه بین همه مسلمین؟ شخص در یک موقف قرار داره، اشخاصی میآیند اسرار خود را برایش میگویند. یک امانت هست. شخص آماده درد دل کرده برای من، برای شما، برای دیگری، آماده درد دل کرده. این حرف خور نمیخواسته برای همه واضح و آشکارا بگه، اما اگر شخص بیای این حرف برای دیگران بازگو بکنه، ورملا بکنه و بالاخره مطرح بکنه، این در حقیقت خیانت کرده. پس حفظ اسرار از امانت هست. اگر کس حفظ نمیکنه، خصوصا و بالاخص این قضیه بین زن و شوهر، اسراری که بین زن و شوهر هست، یعنی یک زن اسرار خود را به شوهر میگه، شوهر اسرار خود را به زن میگه. اگر زن با مجمع زنها در جایی که زنها نشستن میای اسرار شوهر میگه و یا شوهر میای اسرار بالاخره همسر خود را بیان میکنه، این در حقیقت نمیشه گفت که اینا انسانهای امین. این خیانت هست. زن خیانت به شوهر کرده، شوهر خیانت به زن کرده. این شکل کسانی که با هم دیگر معامله دارن، بیع و شرا دارن، تجارت دارن، شریکن و در راستای مختلف. حتی مسئله زن و شوهر ذکر کردین جناب مولانا صاحب، حتی اگر خدای نخواسته جدایی بین زن و شوهر رخ میته، باز هم باید هر دو طرف به حفظ اسرار یکدیگر تلاش کنند. بدون شک. حتی قضیه زن و شوهر به منجر به طلاق میکشه، حتی قضیه دو شریک که با هم دیگر جدا میشن، نباید متاسفانه که بین جامعه بعضی انسان ها با مجردی که اختلاف پیدا میکنن اسرار یکی دیگر فاش کردن هست، و یا اینکه زن و شوهر از هم دیگر جدا میشن اسرار. الا که من به اینجا جناب استاد بزرگوار یک نکته اشاره میکنم. شاید بعضی اشخاص بگن که ما با فلانی شریک بودم، معامله داشتم و در این راستا، آره چرا اسرار از این بیان نکنم؟ اگر اسراری بود منجر که به ضرر جامعه میشد. ما یک ضرر متعدی داریم، یک ضرر لازمی، یک شخصیه که اسراری رو به خود شخص برمیگرده، اینها نباید افشا بشه. اما یک شخص رو میبینیم، مثلا یک تاجر در بین جامعه دوای بی کیفیت و بی خاصیت رو وارد جامعه میکنه، ادویه، دارو. حالا شخص خبر داره، خب بگه این اسرار فاش نمیکنم، نباید سر فاش بشه. نه خیر، این اسرار فاش بشه تا اینکه جامعه در بیز مریض در حال مرگ و در حال از بین رفتن هست، دوای بی کیفیت هم به او تجویز بشه و او چی بشه که کاملا از بین پس هر امری که به نقص و به ضرر جامعه یا به جامعه آسیب میرسانه او جزء اسرار نیست، او باید گفته بشه و بالاخره در این راستا. نکته دیگر که از جمله انواع امانات هست، مسئله امانات های مشهوری که یا معروفی که بین جامعه هست که الامانت فی الوداعی که گفته شده، سپرده ها و ودیعت ها و اینها، آنچه که سپرده میشه. مسئله آنچه که سپرده میشه در این اشاره کنم به این که بعضی انسان ها فکر میکنن که شیء قلیل امانت نیست، شیء قلیل اندک و بالاخره در قسمت امانت چی قلیل باشه، چی اندک باشه و چی حتی از مستندات، چی اوراق باشه، چی ورق باشه، چی در قسمت امانت و اینها، انسان باید کاملا توجه داشته باشه که او درست و صحیح به اهلش و به صاحبش برسانه، ولو که صاحب امانت مسلمان نباشه، ولو که صاحب امانت بعد تبدیل به دشمن شد. امانت نمیشه گفت که شخص امانت پیش ما گذاشته کافره، من نمیدونم امانت خیانت میکنم. شاید فکر میکنم فاسق از فاجر از دزد از امانت و در این راستا امانت چه بخور میگه. حتی من میخوام به اینجا یک نکته جناب استاد بزرگوار اشاره کنم. اشخاص مثلا در حکومت و نظام
فیلی افغانستان کار میکنن. بعضی انسان ها رو میبینیم که موترهای حکومت رو هر طرف میدوانن، هر طرف، و بالاخره از امکانات حکومت نفع شخصی خود استفاده میکنن، از مال بیت المال این طرف و اون طرف. بعد که پرسان میکنی از این حکومت چی؟ یک حکومت فاسق فاجر ظالم و بالاخره حکومت دست نشانده یهود و نصارا و اینها باید از این کنده بشه و باید به این بالاخره نخیر. خیانت. بحث بیت المال تعلق به یک شخص نمیگیره، تعلق به یک رئیس جمهور نداره، به یک حزب و به یک احزاب نداره. بحث بیت المال متعلق به کل او ملت هست. و در این راستا ما حق نداریم که به کافر خیانت کنیم، حق نداریم به فاسق، حق به فاجر حق نداریم در این راستا. پس بناهن امانت به دست انسان وقتی که سپرده شد، انسان باید عام و تام از او درست و صحیح حفاظت بکنه. یک نکته اخیرم جناب استاد بزرگوار، اگرچه بحث امانت و انواع امانت زیاد هست، حتی امانت در محافل و مجالس، همین نکته رو میخوام اشاره کنم که وقتی شخص در یک محفل و مجلس می نشینه، خود نشستن در محفل و مجلس، خود همین محفل و مجلس یک امانت هست. حرفایی که در محفل گفته میشه انسان متوجه باشه که وقتی اهل محفل و مجلس میگن که این حرف از اینجا انتقال نخوره، اگر انتقال خورد خیانت هست. اگر انتقال خورد. نکته دیگر در بحث محافل و مجالس، بعضی انسان ها در بعضی محافل و مجلس ها نشستن، فوراً میبینیم در شرایط امروزی که موبایل شده و عجیب و غریب شده، شروع میکنن تصویر برداری بدون اجازه، ضبط میکنن صدا را ضبط میکنن بدون اجازه، یا عکس میگیرن بدون اجازه. پس اینها در حقیقت به این محفل و مجلس خیانت کردن و باید که اسرار محفل و مجلس و حرفای محفل و مجلس اینها همه باید حفظ بشه. وقتی ما میگیم اسلام یعنی انسان باید در تمام امور باید سالم باشه و سلامت بمانه و در سلامتی زندگی باشه. تشکر جناب مانوس بزرگوار. به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه و پس از این میان برنامه انشالله با بحث فواید حفظ امانت یا رعایت امانت یا امانت داری و همچنین بر نمونه های از امانت داری در نزد صحابه کرام و در نزد بزرگان امت انشالله اشارات خواهیم داشت. با ما باشید پس از دیدن یک میان برنامه. يا لاهيا في دروب الحياة تسير الخطى في دجى الحيرة وتقضي الزمان بغير عتب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله خیانت چشم ها و آنچه را سینه ها پنهان می دارد می داند. سلامة الأذواق فإذا رزقت خليقة
محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق فقد اصطفاك مقسم الأرزاق حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتحسني ذكر المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق يا حبذا خلق كريم. خب بینندگان ارجمند و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه خلق عظیم و بحث انواع امانتداری. البته قبل از میان برنامه جناب مولانا صاحب بزرگوار به انواع امانتداری در جامعه اشاره کردند که هر کدام از این مواردی که جناب مولانا صاحب بهش پرداختند نیاز به برنامه‌های نه برنامه مستقل بلکه برنامه‌های مستقل داره که در رأس آن حفظ طاعت، حفظ دین الله جل جلاله، حفظ امانتی که الله جل جلاله به ما سپرده و عمل به دستورات الله جل جلاله و دوری و اجتناب از نواهی آن، به حفظ نعمات پروردگار جناب مولانا اشاره کردند، به حفظ مال و ثروت و به حفظ آبرو و ناموس، به ادای مسئولیت در قبال فرزندان و در قبال زیردستان، به رعایت امانتداری در انجام وظایف و مشغله های مختلف و به رعایت امانت در حفظ اسرار بین زوجین و همچنین حفظ اسرار میان دو طرف، خواه شریک باشن، خواه دوست باشن، خواه همکار باشن و به همین گونه در میان اطراف دیگر و همچنین به بحث حفظ ودیعت ها و حفظ سپرده ها و حفظ امانت مجالس اشاره کردند که هر کدام این موارد گفتم به برنامه های مستقل نیاز داره و این برنامه البته در این برنامه اشارات میکنیم و به صورت گذرا به موارد و موضوعات مختلف میپردازیم تا این خوی و این سرشت و این فضیلت های اخلاقی را در میان افراد جامعه احیا بکنیم و زنده بکنیم و دیگه جامعه را به سوی سعادت و خوشبختی سوق بدیم. جناب مولانا چه بزرگوار میمانه بحث فواید امانتداری، چون انسان حریص است که از فواید یک چیز و یک امر و یک مسئله مطلع بشه، چون وقتی فوایدش دانست خود به خود و به صورت ناخود آگاه چی میکنه؟ از او پاسداری میکنه. پس میخواییم به بحث فواید و ثمره های امانتداری البته باز هم به صورت گذرا اشاره بفرمایید. بحث فواید طبعا یک بحث طولانی هست، همانطوری که یعنی به نظر خود ما شخصا ما نتوانستیم حق مطلب یعنی انواع امانت بیان بشه. فواید هم فقط من فهرستوار بیان میکنم. بدون شک خود از جمله فواید امانت و امانتداری شخصی که امین میشه شبیه میشه به رسول صلی الله علیه و سلم. یعنی وقتی که شخص شباهت پیدا کنه به رحمت للعالمین، از این فایده بیشتر دیگه و من تشبه بقوم فهو منهم، یعنی نزل به الروح الامین، شبیه پیدا میکنه به جبرائیل علیه الصلاة و السلام. یعنی این از جمله فواید امانت و امانتداری هست. اما بعد که میاییم بعد از این شباهت، بعد از این نعمت عظیم و بزرگ، حفظ دین الله سبحانه و تعالی. شخص میشه حافظ دین. وقتی شخص حافظ دین شد، الله سبحانه و تعالی محبوب پروردگار عالم میشه. وقتی محبوب پروردگار عالم شد، رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی الله سبحانه و تعالی کسی را دوست داشته باشه، به اهل آسمان میگه من فلان عبد را دوست دارم، فلان بنده خود را دوست دارم،
ملائکه به اهل زمین میگن و اهل زمین او را دوست داره. پس شخص امینر الله دوست داره، رسول الله دوست داره، محبوب پروردگار عالم و محبوب بندگان الله سبحانه و تعالی، پروردگار و محبوب فرستاده پروردگار و محبوب بندگان الله سبحانه و تعالی. سعادت بزرگتری. میایم در قسمت وقت شخص امین شد، خانواده امین شد، یک جامعه امین شدن، در اون جامعه چی میشه؟ امنیت میآیه. از جمله فواید در جامعه‌ای که امانت داری درست و صحیح اجرا بشه، در هر اداره‌ای که امانت داری درست و صحیح اجرا بشه، او اداره سالم هست، او جامعه سالم هست، جامعه‌ای که در امن و امنیت هست. و همه امروز آرزو دارن که جامعه سالم وقتی جامعه امنیت شد، در او جامعه حفظ اعراض، آبروها و حفظ اموال، جان شخص در امن، مال شخص در امن، آبروی شخص در امن، ناموس شخص در امن، همه اینها در امنه. از آن بیایم یک اشاره داشته باشم. زمان رسول صلی الله علیه وسلم گفته شده خیر القرون قرنی ثم الذین یلونه ثم الذین یلونه. چرا؟ به خاطر چی؟ چون در قرن که صحابه زندگی میکردن رسول صلی الله علیه وسلم انسانهای امین بودن، صحابه امین بودن، تابعی امین بودن، تبع تابعین امین بودن، در امانتداری اونها هیچ شک و شبهه‌ای نیست. این انسانهای امین زمان اینها گفته شده خیر القرون. و در ما مگه بخوایم که این زمان ما بهترین زمان بشه، جامعه ما بهترین جامعه بشه، خانواده ما بهترین خانواده بشه، اولاد ما بهترین اولاد بشه، قضیه امانت و امانتداری باید مد نظر داشته باشیم. نکته دیگر از جمله فواید، جامعه که جامعه امین شد، جامعه امانت دار شد، جامعه که در امانت درست توجه کرد، این جامعه از این جامعه دور میشه چی؟ صفات رذیله و خبیثه، مثل خیانت. جامعه دیگه در جامعه خیانت نیست، نفاق در اون جامعه دیگه نفاق نیست، همه اینها پس در این راستا. نکته دیگر از جمله فواید امانت و امانتداری، انسانهای امین جز رستگاران هستند. قد افلح المؤمنون، ادامه آیه میفرماید والذین هم لامانات و عهدهم راعون. پس جامعه رستگاران کدام جامعه است؟ جامعه‌ای که در از او امانت و امانتداری توجه شده باشه. دیگه از جمله فواید پاداش هست. پاداش انسان‌های امین و انسان‌های امانتدار چی هست؟ جنت هست که الله سبحانه و تعالی بعد از این آیه والذین هم لامانات و راعون میفرماید اولئک فی جنات مکرمون. نکته اخیر اگرچه فرمودی شما زیاد هست، وقتی انسان امین شد، خانوادهش امین شد، در امانت توجه کردن، امانت داری، از او جامعه و خانواده و از شخص امین اضطراب و نگرانی و اینها همه کاملا دور میشه. شخص همونطوری که امین بشه روحش در امنه، وجودش در امنه، دیگه اضطراب و نگرانی و اینها. به هر حال خلاصه جناب استاد بزرگوار، در جامعه‌ای که امانت و امانتداری باشه، او جامعه مشکلات دینیش برطرف میشه، مشکلات اقتصادیش برطرف میشه، مشکلات سیاسیش برطرف میشه، اگر در جامعه امانت و امانتداری درست و صحیح رعایت شد، دیگه ما در ابعاد مختلف هیچ مشکلی نداریم، نه در سیاسی و نه در دینی و نه در اقتصادی. در و امروز بیشترین مواردی که جامعه را رنج میده جناب مولانا صاحب نگرانی و دلهره و اضطراب و بی‌اعتمادی است. و خوشبختانه که داروی این همه بیماری ها که اگر بگیم نگرانی بیماری است، بی‌اعتمادی بیماری است، خیانت بیماری است، دارویش چی است؟ امانت است. وقتی امانت را رعایت کردیم، حالا کلید در دست ماست، ما هستیم که میتونیم با این کلید این در را باز کنیم و با این دارو این بیمار را علاج کنیم. دارو داریم اما ما مکلف هستیم که از این دارو استفاده بکنیم. خب حالا جناب مولانا صاحب شما به خیر القرون اشاره کردین که عهد صحابه یا دوره صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دوره تابعین و تبع تابعین بود. میخواهیم به خاطر اینکه جامعه ما، مردم ما، انسان ها و جوان ها و افراد مختلف جامعه
تشویق شوند و از گوشه های از امانتداری ابرمردهای تاریخ اسلام مطلع بشن. اگر به نمونه های از امانتداری صحابه کرام، تابعین و تبع تابعین و همچنین بزرگان امت اشاره بکنین، البته در دقیقه که از وقت برنامه باقی مانده. در این که بزرگان دین و سلف الصالحین برای ما اسوه هستند شکی نیست در ابعاد مختلف و خصوصا در قسمت امانت و امانتداری. شخص خود نبی کریم صلی الله علیه و سلم که امین بودن و نه تنها بعد از بعثت بلکه قبل از بعثت به عنوان محمد امین، و قرآن هم می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. در قسمت ما فقط از خلفای راشدین یک اشاره میکنم، چون وقتی پیامبر بگیم میگم ما که پیامبر شده نمیتونیم. شاگردان رسول صلی الله علیه و سلم همه امین بودن، اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم همه امین بودن، به خاطری که تزکیه صحابه را الله سبحانه تعالی کرده و الله سبحانه تعالی هست که میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه. اگه اونها امین نمی بودن الله سبحانه تعالی از اونها اظهار رضایت نمیکرد. از جمله فقط خلفای راشدین، سیدنا ابوبکر الصدیق. سیدنا ابوبکر الصدیق در قسمت امانت و امانتداری، چون میفهمید که دین یک امانت هست، بیان در دین، رأس ابلاغ دین در رأس همه عبادت، در رأس امانت ها و اینها. سیدنا ابوبکر الصدیق وقتی میبینه رسول صلی الله علیه و سلم در کنار کعبه مشرکین آزار میدن و اذیت میکنن و مانع دعوت و ارشاد میشن و حتی رسول صلی الله علیه و سلم میخوان تهدید کنن و حتی به جان رسول الله وقتی که حمله میکنن، سیدنا ابوبکر الصدیق میگه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا میکشید مردی را که میگه پروردگار من الله هست؟ رسول الله را رها میکنن، به جان سیدنا ابوبکر صدیق میافتن، چنان میزنن که سیدنا ابوبکر صدیق بیهوش میشه. این ضرب و شتمی که سیدنا ابوبکر صدیق میخوره به خاطر چی؟ به خاطر حفظ امانت، چون میفهمه که این دین یک امانت هست، باید از این دفاع بشه. وقتی سیدنا ابوبکر صدیق خلیفه میشن، به عنوان خلیفه مسلمین بحث مرتدین میآیه، بحث مانعین زکات میآیه. سیدنا ابوبکر صدیق میفرمایند اینقص الدین و انا حی، آیا دین ناقص بشه و من ابوبکر زنده باشم؟ یعنی به این امانت خیانت بشه؟ سیدنا ابوبکر صدیق با او عزم و اراده متینی که داشتن در مقابل مرتدین، در مقابل مانعین زکات ایستاد شدن، این نشان دهنده اینه که این خلافت و این حکومت و این دولتی که و این مسئولیتی که به دوش سیدنا ابوبکر صدیق سپرده شده این یک امانت هست. و همچنین در قبال لشکر اسامه، حتی بعضی از صحابه میگن که وقت فرستادن این نیست، سیدنا ابوبکر صدیق لشکر اسامه رو میفرستن، میگن والله قسم لشکری که رسول الله فرستاده هرگز ابوبکر به او تأخیر نخواهد کرد. پس این نشان دهنده حفظ امانت است که سیدنا ابوبکر صدیق خلیفه دوم اسلام سیدنا عمر رضی الله عنه. هر وقت ما بخوایم بحث از عدالت داشته باشیم و مجردی که بخوایم از عدالت بحث کنیم، ناخودآگاه بحث فاروق اعظم به میان میآید. خب عدالت یعنی چی؟ یعنی امانت داری شده که عدالت آمده. سیدنا عمر رضی الله عنه نمونه را اشاره میکنم. غذا میخوردن، وقتی دیدن یک شخص نگاه میکنه طرف غذا خوردن سیدنا عمر، صدا کردن بیا همراه من غذا بخور. وقتی که او شخص آمد دید که سیدنا عمر دیدن تون غذا میخوره، گفتن مثل چند روز میشه از این غذا نخوردی؟ گفت یا امیرالمؤمنین من تنها خیر که در قبیله‌ای که زندگی میکنم، منطقه‌ای که زندگی میکنم چندین روز میشه مردم غذا نخوردن. سیدنا عمر گفت والله قسم تا رعیت عمر دیگه سیر نخوابه، عمر هرگز سیر نخواهد خوابید. این سیدنا عمر حرکتش به خاطر چی بود؟ و این قسمی که یاد کرد اینها به خاطر این بود که با همون حفظ امانت و امانتداری و اینها توجه میکردن. همچنین خلیفه سوم اسلام سیدنا عثمان، شما ببینیم وقتی که سر قبر میرسن چنان گریه میکنن که ریش مبارک تر میشه. سیدنا عثمان پرسان کردن که شما چرا اینقدر گریه میکنیم؟ از جمله عشره مبشره، از جمله بالاخره ذوالنورین، داماد پیامبر. فرمودن که اینجا اولین جاییه که انسان اولین منازلی از منزلهای آخرت، اگر در اینجا انسان کاری درست و صحیح بود در آخرت درست و صحیح. سیدنا عثمان چرا گریه میکردن؟ به خاطر این که از این مسئولیت عظیم و بزرگی که به دوش داشتن که همانا حفظ امانت دین بود، خلافت بود، اینها بود، میگفتن در اینجا من چگونه جواب خواهم داد و چگونه از من پرسان خواهد شد. حتی از سیدنا عثمان
روایت شده و نقل شده که غذاهای خوب برای مردم توضیح میکردن و خود سیدنا عثمان در خانه خود از غذای سرکه و روغن استفاده میکردن. بسیار غذای ساده و در این راستا. به خاطر چی بود این به خاطر ادای مسئولیت و به خاطر حفظ امانت و به خاطر حفظ همان امانتی که به دوش داشتن. از خلیفه چهارم اسلام سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فقط دو نمونه اشاره میکنم. یک نمونه این است که سیدنا علی رضی الله عنه وقتی که وارد مسجد شدن دیدن شخصی در حال موعظه هست، در حال نصیحت هست، در حال بالاخره وعظ و اینهاست. وعظ که تمام شد سیدنا علی از او پرسان کردند که یا فلان از احکام قرآن و ناسخ و منسوخ قرآن واقف هستید یا خیر؟ شخص گفت نه یا امیر المؤمنین، نه واقف نیم، نمیدانم چیزی از احکام قرآن و ناسخ و منسوخ و اینها. سیدنا علی فرمودند دیگه بعد از این وعظ و نصیحت و موعظه نداشته باشی. این چی را میرسانه؟ این به اینه که سیدنا علی میدانستند که این علم و دانش و فقاهت و این احکام دین و مسائل عقیده اینها یک امانت است، باید درست و صحیح به مردم رسانده بشه و درست و صحیح بالاخره شخص درک و فهم داشته باشه و برای دیگران برسانه. و همچنین روزی شخصی آمد در خانه سیدنا علی رضی الله عنه. سیدنا علی فوراً در شب شخصی آمد و اینها در حال نویسندگی بودن، نوشتن بودن. اینها او چراغی که بود او را خاموش کردن و بعداً شروع کردن به حرف زدن برای شخص. گفت یا امیرالمومنین چرا خاموش کردیم؟ فرمودن که این روغن چراغ از مال بیت المال هست که من کارهای ملت و رعیت خور انجام میدم. وقتی من و تو با هم دیگر صحبت میکنیم مسائل شخصی هست، حرفی که بین من و توست، پس نباید این روغن چراغ مصرف حرفهای شخصی ما بشه. این چی نشان دهنده اوج اهتمام این بزرگان دین به مسئله امانت و مسئله امانتداری و اینها بود. حتی از سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله یک اشاره داشته باشم. اگرچه بزرگان دین امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، همه ائمه و بزرگان دینی که در اسلام خدمت کردن هر کدام توجه خاص به امانت و امانتداری داشتن. سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله وقتی که جایی میرفتن برای شریک خود گفتن که این کالا را وقتی به فروش رساندی، تاجر بودن، گفتن که این عیب این کالا را برای فروشنده، برای کسی که میخره بگو. وقتی که آمدن دیدن این مال فروخته شده، گفتن آیا عیب و اشکال این را بیان کردی یا خیر؟ گفت نه یا ابو حنیفه من این را فراموش کردم. گفتن سبحان الله. هرچی جستجو کردن شخص را نیافتن که برایش بگن این مال عیب داشته و اشکال داشته. آن مال و ثروتی که از او بیع و شرا به دست آمده بود امام ابو حنیفه او را صدقه دادن، او را در راه الله سبحانه و تعالی انفاق کردن و نفقه دادن. به خاطر چی بود؟ به خاطر حفظ امانت. چون در بیع و شرا بحث امانت اینه که شخص وقتی که بیع و شرا داره نباید غش باشه، نباید بالاخره در از او خیانتی باشه، نباید در از او فریبی باشه، نباید در از او بالاخره خدعه و نیرنگ و اینها باشه. یعنی امام ابو حنیفه در این قسمت بیع و شرا که میدانن بیع و شرا یک امانت هست، این نکات و این نکته ها را مد نظر داشتن. بزرگان دین و سلف الصالحین بحثنا و موضوعاتنا در قسمت امانت در امور مختلف زیاد هست که الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که ما یک شخص امین و امانت داری باشیم. و نکته اخیر جناب استاد بزرگان میخوام همین را اشاره بکنم. وقتی امانت را فهمیدیم، امانت داری را فهمیدیم، بعد قسمت فواید فهمیدیم، همه اینها اگر ما امانت و امانت داری مد نظر نگیریم، الله سبحانه و تعالی میفرمایه که و ان تتولوا يستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر ما قدر این دین و امانت و امانت داری ندانستیم، الله سبحانه و تعالی قومی را میاره که بالاخره اونها قدر همه ارزش ها و همه امانت ها و همه زیبایی ها بفهمه و بدانه.
تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار. از الله متعال مسئلت دارم که آنچه که شما گفتین و ما و بیننده های ما شنیدیم همه را در ترازوی حسنات ما و شما قرار بده و همه ما و شما را توفیق احیای خوی و خلق امانتداری را در وجود ما، در جامعه ما، در خانه ما، بالاخره در سراسر جامعه بشریت عطا بفرمایه. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما سروران و بزرگواران و عزیزان را به پناه حضرت یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق فقد اصطفاك مقسم الأرزاق حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتحسني ذكر المروءة والندى